برعکس کالاف. آقا امروز قراره بهتون یاد بدم بالاخره پس از سالها چطوری جیمیل اکانت کالافتون عوض کنید. آموزش عوض کردن رمز گذاشتم براتون و دیدم که داخل کامنت گفتید آقا ما چطوری ایمیل اکانتمون رو عوض کنیم. تصمیم گرفتم که این آموزشم براتون بذارم امروز و بهتون کامل توضیح بگم که یه بار برای همیشه یاد بگیرید و حالشو ببرید. عشق کنید، برعکس لایک ها، کامنت ها، زنگولو همه رو بکوبید، کانال روبیکام حتما دنبال کنید و اینکه 3 تا بتل پس که نه 3 تا 200 سی پی این هفته جایزه داریم که پنجشنبه قرعه کشیش انجام میدم و برنده رو اعلام میکنم. با هم دیگه بریم سراغ این آموزش. خب دوستای گلم نگاه کنید، شما اولین کاری که میکنید میرید داخل کرومتون و اینکه اینجا سرچ میکنید اکتیویژن لاگین. سایت اول سایت خود اکتیویژن، شما وارد سایت میشید و چند لحظه صبر میکنید تا سایت در شما بیاد. حتما وارد این سایت بشید، اینم که اکسپت میکنید و دیگه کاری نداره. اینجا شما ایمیل آدرس و پسوردتون رو میزنید که ایشالله بلدید. اگه رفقا ایمیل و آدرس و پسورد و اینا رو نوشته باشید اصلا جواب نمیده هیچ کدوم. دیگه آیمنات ربات هم تیکشو میزنید و لاگین میکنید داخل اکانتتون. اینجا رو فقط شما میتونید رمز 2 عاملی هم برای اکانتتون بذارید که حالا خیلی اهمیت اکانتتون میره بالا. اگه نمیخواید اون پایین گزینه آبی رو بزنید و اسکیپ کنید این قضیه رو و بدید بره پی کارش. ولی اگه 2 عاملی بچینید دیگه امکان نداره اکانتتون هیچ وقت هک بشه توسط هیچ کسی. یعنی یه وقت خیالتون راحت باشه و هیچ اتفاقی نمیافته. اسکیپو که زدین به همین سادگی و راحتی از قسمت رمز 2 عاملی رد میشیم. و اینکه دوستان نگاه کنید باگ میخوره بعضی وقتا بازی میگم سایتشو بعضی وقتا باگ میخوره. شما میاد پایین، اگه دیدید اون 3 تا گزینه اون بالا کار نکرد ویزیت ساپورت رو میزنید، یعنی 2 تا راه دارید. و اینکه میاد تو این قسمت، وقتی که اومدید داخل این قسمت شما چیکار میکنید؟ اون بالا یه گزینه ریز آبیه که میزنید روش یه نوشته آبی هست. اینم از اینفو اکانت خودتون، مثلا این اکانت منه، یکی از اکانتامه که مشاهده میکنید. و اینکه میبینید اینجا شما چیکار میکنید؟ میتونید همه چیز اکانتتون رو در بیارید، حالا مثلا اطلاعاتش یا بیسیک اینفو و چیزای دیگه ای که شما میذارید رو گزینه سوم. زنید رو گزینه سوم جیمیل و اکانت و همه چیتون میاد بالا که من حالا سانسورش کردم. شما میذارید روی اکانت وریفیکیشن زبونم گرفت ریکوست میدین و اینکه به همین سادگی و راحتی برای جیمیلتون یه چی فرستاده میشه که میبینید. شما این کد رو اینجا کپی میکنید میاد اینجا پیستش میکنید. وقتی که پیستش کردید از قسمت جیمیلتون به همین راحتی میتونید ایمیل آدرستون